بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما خوبان و همراهان عزیز. من دکتر حسینی هستم و امروز میخوام که چند تا از غذاهای بسیار معروف را معرفی کنم که متاسفانه این غذاها باعث کاهش تستوسترون بدن شما میشن. قسمی که درباره تستوسترون میدونید، تستوسترون یک هورمون اصلی جنسی در بدن مردان هست که میتونه باعث افزایش عملکرد جنسی، باعث باروری در مردان شود. و زمانی که تستوسترون بدن شما کاهش می‌یابد، میتونه منجر به اختلال عملکرد جنسی شما شود، میتونه منجر به اختلال خلق و خوی شما شود، میتونه منجر به کاهش عضلات شما شود، منجر به چاقی شود و غیره. و تغذیه نقش اساسی را در کاهش یا افزایش تستوسترون دارد که متاسفانه بعضی از غذاها میتونه باعث کاهش تستوسترون بدن شما شود. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. یکی از شایع‌ترین مواد خوراکی که باعث کاهش تستوسترون بدن ما میشه، شکر و نوشیدنی‌های مصنوعی یا انرژیزا هست. نوشیدنی‌های مصنوعی و انرژیزا را به این دلیل من اینجا اشاره کردم که اکثر جوانان نوشیدنی‌های مصنوعی و انرژیزا را برای تقویت انرژی خود مصرف میکنند، در حالی که محتوای بالای شکر این نوشیدنی‌ها را در نظر نمیگیرند. و زمانی که شما این نوشیدنی‌ها را و یا هم غذاهای پر از شکر را مصرف میکنید، شکر بالا منجر به افزایش انسولین، افزایش سطح کورتیزول، افزایش التهاب و افزایش استرس اکسیداتیو میشه که تمام اینا میتونه منجر به کاهش تستوسترون بدن شما شود. همچنین زمانی که شما شکر مصرف میکنین، به دلیل که شکر بالا منجر به افزایش انسولین میشه و متاسفانه انسولین میتونه که با تستوسترون رقابت کنه و در نتیجه باعث کاهش عملکرد تستوسترون شما میشه. پس اگر میخواین که سطح تستوسترون بدن خود را کاهش ندین، شکر و نوشیدنی‌های مصنوعی یا انرژیزا را از رژیم غذایی خود حذف بکنید. مواد خوراکی دیگه که باعث کاهش تستوسترون میشه، روغن‌های گیاهی یا روغن‌های سبزیجات هست. در حالی که اکثر افراد برای باور هست که روغن‌های سبزیجات برای سلامتی بدن ما مفید هست، اما باید بگوییم که ما روغن سبزیجات نداریم و روغن سبزیجات میتونه باعث کاهش تستوسترون شود، به دلیل که تمام روغن‌های گیاهی و روغن‌های سبزیجات حاوی چربی غیر اشباع چندگانه هست و مطالعات زیاد اثبات کرده است که چربی غیر اشباع چندگانه در مردان میتونه باعث 25% کاهش تستوسترون شود. همچنین این روغن‌ها حاوی چربی‌های اشباع شده هست و این چربی‌ها میتونه که هم باعث چاقی، هم باعث مقاومت به انسولین و هم باعث التهاب شود که تمام اینا منجر به کاهش تستوسترون بدن شما میشن. همچنین متاسفانه باید بگوییم زمانی که شما این روغن ها را میپزین و در پخت پز استفاده میکنین، این روغن ها به دلیل که حاوی موادهای اضافی دیگه هم هست و این موادهای اضافی در پخت پز میتونه که سمی شود و میتونه که منجر به کاهش تستوسترون بدن شما شود. پس اگر میخواین که تستوسترون بدن خود را کاهش ندین، روغن های سبزیجات یا روغن های گیاهی را به ندرت مصرف کنید یا هم از روغن‌های مفید دیگه مانند روغن زیتون در پخت پز مصرف کنید. مواد خوراکی دیگه که باعث کاهش تستوسترون میشه، آجیل‌ها و دانه‌ها یا میوه‌های خشک هست. در حالی که آجیل‌ها و دانه‌ها ارزش غذایی بسیار بالایی دارند و حاوی ویتامین‌ها هست، موادهای معدنی هست و ترکیبات متعدد برای سلامتی بدن ما هست، اما متاسفانه مصرف بیش از حد آجیل‌ها و دانه‌ها منجر به کاهش تستوسترون میشه، به دلیل که ترکیبات متعددی که در آجیل‌ها و دانه‌ها وجود دارند میتونه که با گلوبولین متصل شونده با هورمون جنسی متصل شود و باعث کاهش سطح تستوسترون در بدن شما میشن. همچنین آجیل‌ها و دانه‌ها میتونه که باعث افزایش نسبت امگا 6 با امگا 3 شود و قسمی در ویدیوهای قبلی اشاره کردیم نسبت امگا 6 و امگا 3 باید برابر باشه و اگر بر هم بخوره میتونه منجر به التهاب شود که میتونن منجر به کاهش تستوسترون بدن شما شود. مواد خوراکی دیگه که باعث کاهش تستوسترون میشه، دانه کتان هست. دانه کتان مانند آجیل‌ها و دانه‌ها ارزش غذایی بسیار بالایی داره، حاوی فیبر هست، حاوی امگا 3 هست، ویتامین‌ها و موادهای معدنی هست، اما متاسفانه به دو دلیل دانه کتان منجر به کاهش تستوسترون میشن. دلیل اولی است که دانه کتان حاوی یک ترکیبی هست به نام ترکیبات لیگنان که اینا فیتواستروژن ها هست و این ترکیبات متصل میشن با تستوسترون و در نتیجه منجر به دفع تستوسترون بدن شما میشن.
همچنین بدانید که دانه کتان حاوی امگا 3 بسیار بالایی هست و نسبت امگا 3 را همراه امگا 6 نامتعادل می‌سازد، نابرابر می‌سازد و منجر به التهاب میشه که در دراز مدت میتونه که باعث کاهش تستوسترونش باشه. مواد خوراکی دیگه که باعث کاهش تستوسترون میشه الکل هست. علاوه بر اینکه الکل میتونه مضرات بر سلامتی بدن ما داشته باشه، میتونه منجر به کبد چرب یا چربی جگر شود، منجر به چاقی، بیماری‌های مزمن قلبی و غیره شود. متاسفانه الکل باعث کاهش تستوسترون نیز میشه. از جمله زمانی که شما الکل را مصرف میکنین، مصرف الکل باعث مهار غده هیپوتالاموس، هیپوفیز و بیضه اجماع میشن. در نتیجه تمام این غدوات نمیتونه که به درستی عملکرد خود را انجام بده و باعث کاهش هورمون جنسی شما میشن. همچنین نظر به مطالعات زمانی که برای مردان الکل را تجویز کردن و بعد از 3 روز مقدار تستوسترون خون اینا را بررسی کردن، دیدن که متاسفانه بعد از 3 روز مصرف الکل میتونه که باعث کاهش 30% تستوسترون شود. پس اگر میخواین که تستوسترون سالمی داشته باشین و عملکرد جنسی سالمی داشته باشین، الکل را هرگز مصرف نکنین. مواد خوراکی دیگه که باعث کاهش تستوسترون میشه رشته شیرین بیان هست. در حالی که اکثر افراد رشته شیرین بیان را برای طعم دادن و برای شیرین کردن غذاها استفاده میکنن و رشته شیرین بیان میتونه بسیار درمان سرماخوردگی و باعث تسکین درد شود، اما متاسفانه رشته شیرین بیان همچنین باعث کاهش تستوسترون میشه که مطالعات هم اثبات کرده است. به عنوان مثال در سال 2003 برای 25 مرد روزی 7 گرم شیرین بیان را برای اینا تجویز کردن و بعد از 1 هفته تمام افراد کاهش 25% تستوسترون را تجربه کردند. پس اگر میخواین که تستوسترون شما کاهش نیابه، از مصرف بیش از حد رشته شیرین بیان خودداری کنید. تشکر که تا حالا با من همراه بودید. اگر این ویدیو بر شما مفید بود، لطفاً ویدیو را لایک کنید، کامنت بگذارید و کانال ما هم سابسکرایب کنید.